خب سلام عرض ادب. برای گرفتن خروجی برنامه گوگل فرم به اینجا میریم. اول اینکه ایمیلمون رو باز میکنیم، به اینجا میریم، قسمت اسلاید رو انتخاب کنین. یک صفحه‌ای باز میشه، یک پنجره‌ای باز میشه. از قسمت سمت چپ شما میتونین فرم رو انتخاب کنین. ببینین کنار اسلاید یا نمادی هست. وقتی لیستی رو باز میکنه فرم هم شاملشه. فرم رو انتخاب بکنید. من یه فرم نظرسنجی از قبل ایجاد کردم. اون فرم نظرسنجی که حالا مد نظر شما هم هست، قطعا تو ایمیل های شما هم هست، میتونین اونجا به همین صورت فرمتون رو انتخاب بکنین. فرم دیده میشه. قسمت خروجی هم اینجاست، یعنی اینکه پیشنمایش خروجی شما اینجا دیده میشه و اگر اینکه بخواید خروجی هم بگیرین این رو میزنین، به همین صورت دانلود میشه.